سلام دوستای عزیز، یک ویدیو دیگه همراه با دنیا. خوشحالم که در کنارم هستین دوستا. امروز تصمیم گرفتم که یک کیک هویج با هم درست کنیم که فکر میکنم طرفدارای زیادی داشته باشه و یکی از طرفدارای خاص و پرباورسی هم خود ما هستم. داخل این ظرف ما 3 عدد تخم مرغ همراه با 1 گیلاس شکر و 1 پاکت وانیلیا را با هم قاطی کردیم، ولی چون این دستگاه سر و صدا زیاد میکرد من اون رو نگرفتم. ادامه کار رو با همزن دستی پیش میریم به خاطر اینکه سر و صدا نداره و هم شما راحت هستین و هم من. خب گفتیم 3 تا تخم مرغ با 1 لیوان شکر انداختیم. لیوان رو نشون میدم. لیوان من این شکلی این اندازه ایه، ولی خب فرق نداره، پیمانه شما هر چقدری که باشه مهم نیست، مهم اینه که فقط ثابت باشه. یعنی اگر شکر رو با یک همچین چیزی پیمانه و اندازه گرفتین، ادامه کار دوباره با همین سایز پیش برین، تغییر ندین، کوچکتر یا بزرگتر نشه. خب من شیر 1 ساعت قبل از یخچال گذاشته بودم بیرون برای اینکه خیلی یخ نباشه، به دمای محیط برسه. الان نیم لیوان شیر اضافه میکنم. یک کوچولو بیشتر شد ولی مشکل پیش نمیاد. خب همراه با نیم گیلاس هم روغن. روغن سعی کردم که از نیم بیشتر نشه. خب حالا اینا رو یک کوچولو با هم دیگه مخلوط میکنم. چرا تخم مرغ و شکر با همزن برقی مخلوط کردم؟ به خاطر اینکه شکر باید کاملا حل بشه داخل تخم مرغ، نباید دونه های شکر احساس بشه، باقی بمونه و تخم مرغ هم یک مقدار باید پف کنن. پس ترجیحاً با همزن برقی مرحله اول رو پیش بریم. خیلی نیاز نیست که حالا مخلوط کنیم و خیلی زمان بذاریم، همون در حدی که یک ذره با هم دیگه میکس بشن کافیه. 2 عدد هویج، نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچیک، هویج متوسط باشه و وقتی که داخل گیلاس میندازین یا داخل هم پیمانه خو میندازین اینی رو پر کنه، باید کمتر نباشه بیشتر باشه اشکال نداره، ولی این باید پر کنه. خب من 2 تا هویج رو رنده کرده بودم با رنده متوسط، اینم اضافه میکنیم. و دوباره یک کوچولو هم میزنیم در حدی که هویج ها قشنگ بره داخل مواد، از هم دیگه باز بشه، گلوله گلوله نمونه. داخل کیک هویج یکی از به نظر من مهمترین چیزا غیر از خود هویج دارچینه و دارچین ترجیحاً 1 قاشق چایخوری میتونین بندازین، اما در صورتی که دوست نداشته باشین میتونین کمتر کنین و در صورتی که مثل من عاشق دارچین باشین میتونین دارچین بیشتر کنین. حالا من چشمی میندازم ولی خب همون 1 قاشق اوکیه، ولی من چون دوست دارم بیشترم بشه برای من فرقی نداره. دارچینم قهر کرده نمیه بیرون. حالا دوباره یک کوچولو مخلوط میکنم و بعد از این مرحله میریم سراغ آرد. آرد هم دوباره 2 پیمانه از همون پیمانه ای که تا فعلا از استفاده کردیم. 2 پیمانه آرد میندازیم. این 1 و میریم سراغ دومی. و اینم از دومین لیوان. اما قبل از این که این هم بزنیم و مخلوط کنیم باید که بیکینگ پودر رو هم داخل همین مرحله به اضافه کنیم، چون بعداً بیکینگ پودر گله گله میشه اگر تمام بشه.
من در آلمان زندگی میکنم و کسایی که حالا مثلا شاید نشناسن بیکینگ پودر کدومه، چیه، چطوریه، من از این استفاده میکنم. حالا اگر مارک متفاوت باشه مشکل نداره، اما دقت کنید که حتما بیکینگ پودر باشه، چیز دیگه نگیرید. حالا میریم سراغ مخلوط کردن. وای وای وای. اگر دوست داشته باشین میتونین داخل کیک از گردو هم استفاده کنین، ذرات خرد شده گردو که من در آخر اضافه میکنم گردو. این باید خوب با هم مخلوط کنیم. دقیقه این که من این مخلوط میکنم بچه ها، یک خواهش که ازتون داشتم لطفاً کانال من سابسکرایب کنین، لایک یاد شما نره. حمایت های شما باعث پیشرفت های من میشه. هر چقدر که شما بیشتر حمایت کنین از من، همون قدر بیشتر پیشرفت میکنم و ویدیوهای بیشتری به شما میذارم. و من یک ویدیو داخل تیک تاک انداخته بودم از کیک یزدی. خیلی آمده بودن همونجا داخل کامنت ها نوشته بودن که میشه دستوره رم بذاری که چطوری درست کردین. دستور نذاشته بودم، فقط وقتی که از فیلم میکشیدم بیرون دیده میشد. ولی خب احساس میکنم که خیلی کنجکاو بودن و علاقه داشتن بفهمن که چطوری درست شده ای. اگر دوست داشتین داخل کامنت ها بنویسین. آموزش کیک یزدی رو میذارم براتون، ولی خب قبول داشته باشین که آموزش هایی که من میذارم بیشتر جنبه سرگرمی و جنبه اینکه در کنار هم یک ساعتی رو سپری کنیم داره. خیلی طبیعیه که مثل خیلی دیگه از کانالایی که فقط خاص مخصوص آشپزی و مخصوص شیرینی هستن نباشیم. خب تمام شد کار ما بایی. الان میریم سراغ قالب. من قالب کیک ندارم، این خودی کار قالب رو انجام میده، فقط ته یک کاغذ گذاشتم. ولی خب حتما لازم نیه که قالب کیک داشته باشه. میفهمین؟ به نظر من آدم وقتی یک چیزی رو میخواد درست کنه یا از یک چیزی خوشی میاد، حتما لازم نیه که تمام امکانات رو داشته باشه. فقط کافیه که نتیجه کار اون چیزی بشه که دوست داره. خب همین الان ای برای من از یک قالبم شاید بیشتر کار بده و نتیجه هم دقیقا همون نتیجه‌ایه که میخوام. همون نتیجه رو یعنی به من میده. حالا مواد کیک میریزیم داخل ای. فقط اگر یک قاشق باشه که راحت بتونیم داخل ظرف رو با او خالی کنیم خیلی بهتر میشه. ویدیوهای من به نظر من طوری است که حتی اگر یک بچه مجرد هم بخواد یک چیزی درست کنه از روی ویدیوی من به راحتی میتونه درست کنه با کمترین امکانات اما بهترین نتیجه. قبول دارین یا نه؟ اگر کسی امتحان کرد بچه ها ایر حتما به من بنویسه داخل کامنت ها. خوشحال میشم اگه ببینم که واقعا به درد خورده آموزشی که گذاشتم. من این داخل دمای 180 درجه به مدت 1 ساعت میذارم. بعد از اینکه از فر در آوردم دوباره شما رو میبینم. اوکی بچه ها؟ خب بعد از 1 ساعت کامل یعنی 60 دقیقه آماده میشم که کیک رو در بیارم. واو چقدر خوشگل شده. این از داخل قالب در میاریم، بعد برعکس میکنیم، میذاریم که یکم هوا بخوره سرد بشه و بعدش آماده است. نوش جان تمام کسایی که امتحان میکنن. دوستان تشکر. اینم از پشت کیک در آوردم. الان میخوایم برعکسش کنیم. وای داغه. تمام آماده شد.